لحظه هیجان برانگیز ورزشکاری جوان از یک کشوری جوان. سال 2016 هم میلیندا کلمندی را در کوسوو با شور و شوق پیشواز گرفتند، چون از مسابقه گشتی دزدیدو از بازی‌های المپیک ریو مدال طلا آورد. نخستین مدال المپیک کشوری که 10 سال هم نداشت. من نمونه برجسته آن هستم که نوابسته از وضع زندگی در کوسوو اگر شما به خود باور دارید سخت می‌کوشید و به سختی‌ها آماده هستید و به مقصد می‌رسید. کوسوو جوانترین کشور اروپا است. 17 فوریه 10 سالگیش را جشن می‌گیرند که با مبارزه‌های طولانی به دست آمد. آخر سال‌های 90 در اینجا آشوب‌های آلبانی‌ها شروع شد. در پاسخ نیروهای یوگسلاو عملیات سختی را بر ضد آنها آغاز کردند. بعد از دخالت ناتو جنگ قطع شد و کوسوو زیر نظارت سازمان ملل متحد گذشت. از سال 2008 استقلال کوسوو را 115 کشور اعتراف کردند. سربستان و شریکش روسیه این کار را نکردند. من کوسوو را کشوری مستقل اعلام میکنم. پیروزی ورزشکاران چون کلمندی آبروی کشور را میبردارند، اما در خود کوسوو نهادهای دولتی و اقتصاد به تدریج قامت راست میکنند، اما رشوه‌خواری گسترده و نبود سرمایه خارجی مانع رشد شده است. ما به بازار اسکندرای می رویم ببینیم امروز چی می شود، کار می‌یابیم یا نه. ولان کوچیتسای 25 ساله چون بسیاری از همسالانش زندگی سخت دارد. دانشگاه اقتصادی را ختم کرده است ولی با فروش میوه و سبزیجات روز می‌گذراند. همکاران ما و همسبقانم زندگیشان را اینجا ساختن نمی‌توانند. حکومت کمک نمی‌کند ولی ما تسلیم نمی‌شویم، کوشش می‌کنیم. سن میانه اهالی کوسوو 26 سال است. از نظر اهالی جوانترین کشور اروپا و فقیرترین آن است. برای همین ده ها هزار نفرشان به خارج برای کار می روند. اما مثل سرند بوگیوتسی هم هستند که ماندند تا در اصلاحات در داخل کمک کنند. او 33 سال دارد. نابالغ بود که 14 خویشاوندش را سربازان سرب کشتند و خودش را مجروح کردند. سال 2017 هم در انتخابات پارلمانی شرکت کرد و پیروز شد. ساختن کشور نه فقط وظیفه سیاستمداران بلکه شهروندان عادی نیز هست. ما کشوری خرد با امکانات عظیمی داریم. ما جوانان زیرک و عالی داریم. ما باید برای آنها شرایط فراهم آوریم و کشورمان را بسازیم. ساختن کوسوو آسان نیست چون مشکلات جدی اقتصادی و سیاسی در پیش دارد. در آستانه 10مین سالگرد استقلال بعضی بعید آماده می شوند و بسیاری ها امیدوارند که حاصل استقلال آینده و زندگی بهتر خواهد بود.